خداوندا فرزندانم امانتهای تو اند، پس به مهربانی تو می سپارمشان. پروردگارا بر تنشان تندرستی، بر عقلشان خرد و بینش و بر دلهایشان ایمان و آرامش عطا کن. گامهایشان را از لغزش ها نگهدار و نگاهشان را از ناروا بپوشان. ای بخشنده، رزقشان را پاک و فراخ قرار ده. علمی به آنان بیاموز که نافع باشد و اخلاقشان را به صدق و انصاف بیارای. دوستانی نیک نصیبشان کن و از همنشینی های بد دورشان بدار. ای نگهدار، در راه های سخت یاورشان باش. از هر آفت آشکار و پنهان پناهشان ده و در آزمون ها صبور و امیدوارشان گردان. آیندهشان را روشن و عاقبتشان را نیکو مقرر فرما و اگر مقدر است همسری شایسته نصیبشان کن که مایه رشد و مهرشان باشد. آمین.